خانه با 4 تا چیز وجود داشته باشه: 1 محبت، 2 حرمت، 3 مشورت و 4 مدیریت. محبت احتیاجه که اساس کار در اون باید باشه که نیست. ما تو خانواده محبت نیست که تو خانواده محبته. برای که تو خانواده محبت باشه 2 چیز نباید باشه: یکی قدرت نباید باشه و یکی دشمنی. تو خانواده‌های ما هست دشمنی با خاله و عمه و مادر بزرگ و پدر بزرگ. یعنی اون گرفتاری است که داریم. همینجاست که در خانواده ایرانی به نظر من محبت نیست. محبت نیست، وابستگی و اعتیاد از محبت نیست. دوم مشورته. قرار همه چیز مشورت گذاشته بشه. اصلا چیز نیست. اولا یه تقسیم کار میشه، بعدم تصمیم میگیرم. من خودم خاطرم از وقتی ظهر میرفتم خونه بعد از مادرم پرسیدم غذا چی داریم؟ حق نداشتم بگم چی میخواد. پدر منم حق نداشت برای که اون دیپارتمنت مادر من. بنابراین تقدیر کار روشن بود. پس میخوام چیزی که خدمتتون عرض کنم، ما در خانواده مشورت نداریم، در این خانواده حرمت نداریم، برابری، و بالاخره در این خانواده وقتی با موضوع میشن باید به مدیریت و منیجمنت رسید، نه به فرماندهی و دستور. بنابراین در یه جامعه‌ای که محبت نیست، حرمت نیست، مشورت نیست، مدیریت نیست، شما انتظار همکاری و یاری رو به عنوان یه اصل در خانواده باید یاد بگیریم بلد نیستیم. و تا زمانی که اون 4 چیز رو در خانواده درست نکنیم، امکانی که من و شما که کنار هم باشیم قرار نمیگیرید، مگر اینکه یا باید چاپلوسی کنیم، همدیگه رو بیخودی تایید تصدیق کنیم، یا باید به جنگ همدیگه بریم. کاری هم غیر از این بلد نیستیم. بنابراین ما اصولا با مفهوم من مسئله داریم. نکته‌ای که فوریت فوق العاده مهم است. من خاطرم هست وقتی سال 1973 من مشاور آقای قطبی بودم تو سازمان رادیو